امروز ما میخوایم پیوستار آگاهی، یعنی اون سوالی که روز عزیز اول مطرح کرد که آگاه هستیم مثلا ولی تو سناریوی خوابیم بیرون نمیایم، ببینیم داستانش چجوریه. و یه سری مثال من میزنم، شما اگر از خواباتون میتونید مثال بزنید توی این پیوستار آگاهی که میخوایم با هم صحبت کنیم. و همینطور من میخوام راجع به برای آگاه شدن یک کمک، یه ابزار کمکی معرفی کنم و یه مدیتیشن هم مثل همیشه با هم خواهیم داشت. خب دوستان عزیز، اصلا پیوستار اسمش روشه دیگه، یعنی پیوسته است به هم دیگه. پیوستار یعنی که یه سری تفاوت‌ها که پله 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 زیاد میشه، جوری که یه طرف پیوستار با اون طرفش خیلی فرق داره، حالت افراط و تفریط داره. مثلا اگه تو لاغری و چاقی پیوستار رو در نظر بگیرید، برفرض تو همین شکلی که داریم میبینید، سمت چپی یه فرد لاغر، سمت راستی یه فرد چاقه، ولی این تغییرات کوچیک کوچیک بوده. حالا اگر ما بخوایم همین رو راجع به آگاهی توی خواب بگیم چجوری میشه؟ تعریف آگاهی توی خواب اینه که فردی که داره خواب میبینه یا رویابین، هرچند خیلی مبهم اما بفهمه که داره خواب میبینه. پس اگر ما بخوایم پیوستار آگاهی توی خواب رو بخوایم بگیم که چجوریه، باید از حداقل آگاهی شروع بشه و برسه به حد اکثر آگاهی که بهتون میگم به چه صورت هستش. خوبه که حالا وقتی پیوستار اصلی رو شروع میکنم، شما هم اگه که از خواباتون میبینین یه بخش این پیوستار مربوط به خواباتون بوده و یادتون میاد، رو با هم دیگه یعنی با ما در میون بذارین که بچهای کلاس هم راجبش بدونن و بیشتر داستان متوجه بشین. خب بچه‌ها، قبل از اینکه برم سراغ پیوستار، میخوام راجع به 3 بخش مجزای خودمون صحبت کنم. هر کدوم ما این 3 بخش مجزا رو داریم. البته این تقسیم بندیه که موضوعات رو یاد بگیریم، نه اینکه واقعا به این شکل دارای مرز باشه، ولی برای اینکه فهم موضوع رو بفهمیم اینجوری طبقه بندی کنیم. ما 3 تا خود داریم، یا اصطلاحاً 3 تا سلف داریم. یکیش خود بیداریه، یکیش خود خواب یا خود رویاییه، یکیش خود روحانی یا معنوی ما هست. حالا بچه‌ها، من اینا رو هر کدوم رو یه سهمی نشون دادم و اونجا که یه نور سفید هست یعنی که به اون بخش خاص مربوط میشه و اون منطقه از خود ما فعال هستش. مثلا توی بیداری ببینید بخشی که مربوط به thinking یا تفکر فعاله، توی بخش رویایی بخش مربوط به فلیک فعاله و تو بخش معنوی بخش مربوط به ناین که الان یه خورده بیشتر موضوع رو باز میکنم که متوجه داستان بشیم من چی میخوام بگم. وقتی بیداریم معمولاً چیزی که از هویت خودمون یا کیستی خودمون میدونیم یه سری خاطره است، یه اسم، یه آدرس، یه جنسیت، مجردیم یا متأهلیم، تحصیلاتمون چیه، شغلمون چیه، خاطرات و اتفاقها و یه منطقی هم داریم. این در اصطلاح خود بیداری ماست. شاید بخوایم به روانشناسی نزدیکترش کنیم خود آگاهی ماست، خود آگاهی ماست، در اصل بخش آگاهانه ماست، بخش ناخودآگاهمون نیست، بخش خودآگاهانه ماست که خیلی با تفکر و تحلیل کردن مشخص میشه. توی خواب ما این خود رو نداریم، برای همین آگاه نمیشیم. توی خواب یه خود دیگه میاد روی کار که این با ادراک ما سر کار داره، با احساس ما سر کار داره و همه چیز یه معنی میده، یه مفهوم میده و اصلا اون منطقه بیداریه رو نداره. بنابراین خیلی خیلی متداوله که تو خواب من ندونم آدرسم کجاست. من خودم تو خواب 100 بار گم میشم، مثلا نمیدونم خونه‌ام کجاست، ندونیم، حتی ممکنه اسممون رو ندونیم، وسایل اون رو گم کنیم، خاطراتمون بر نگرده بهمون و از این چیزا. کاملا طبیعیه، چون من خود بیداریمو با خودم نبردم توی خواب ولی احساسات و ادراک و هیجانات هم حسابی بولد هستش. و خود سوم که راجبش صحبت کردم که واقعا به نظرم هدف از آفرینش رسیدن به این خود، حالا چه تو خواب و چه تو بیداریه، خودی هست که ما بهش میگیم خود معنوی یا روحانی. شاید یه چیزایی شنیده باشین، بچه‌ها میگن انسان تا وقتی زنده است باید بیدار شه. بیداری یعنی این که با این خود، یعنی خود معنوی یا خود روحانی، بتونیم ارتباط برقرار کنیم. این اصل داستانه. هم تو خوابش خوبه هم تو بیداریش خوبه، بهترین اینه که تو هر دوش باشه.
خب بنابراین ما یه خود واقعی داریم که بچه تو مدیتیشن من کیستم هم به این خود واقعی اشاره کردم، تو مدیتیشن دفعه قبل حضورم اشاره کردم و هی گفتم ما این افکار نیستیم، ما این احساسات نیستیم، ما یه چیز دیگه هستیم، یه آگاهی هستیم. در حقیقت این خود معنوی مدفون شده زیر افکار و احساس ما و این خودی که دسترسی بهش خیلی کمه الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، منبع آفرینشه، منبع خلاقیت، فوق آگاهه، همون ابدی و ازلیه و حالا معمولا در عوام یا در عرفان قدیم بهش روح گفته میشه، چیزی که فراتر از فضا و زمان هستش و بخشی از وجودمونه که خیلی به خود برتر نزدیکه، خیلی به منبع آفرینش اصلا نزدیکه. اگر در بیداری یک کوچولو، یک کم، خیلی کم باش ارتباط برقرار کنیم، بچه ها شهود پیدا میکنیم، یه چیزایی میفهمیم که نمیفهمیدیم، اصلا نمیدونیم، یه چیزی میگیم که اصلا نمیدونستیم، اصطلاحاً انگار اطلاعات رو داریم از هوا دانلود میکنیم، یه چیزایی میفهمیم که نمیدونیم. این به خاطر ارتباطیه که ما با این بخش وجودمون، یعنی خود معنویمون برقرار کردیم تو بیداری. خودمون هم تعجب میکنیم، یه چیزی میگیم من این اصلا نمیدونستم، یا به شوخی این که خودم هم الان تازه یاد گرفتم، ولی این واقعیه. و اگر در خواب، این نکته که حالا کار اصلی ما رو خوابه، اگر در خواب ما با این خود روحانی یا معنوی ارتباط برقرار کنیم، اون موقع ابر انسان میشیم که حالا یه عالمه با متوجه بشین منظورم چیه. بنابراین دقت کنید که ما اگر در وضعیت خواب معمولی باشیم، اصلا آگاه نیستیم، در وضعیت خواب معمولی باشیم، فقط خود رویایی ما فعاله که فقط فیلینگ داریم، منطق و خاطرات و آگاهی زمان بیداریمون رو نداریم و خود بیداریمون خاموشه. اما این در خواب معمولیه و در بیداری هم که گفتیم برعکس اینه، فیلینگمون رو کاری نداریم و فقط تحلیل و تفکر داریم. اما ما تو خواب آگاهانه میخوایم هر دوتای خدا رو داشته باشیم، هم خود بیداری رو میخوایم هم خود خواب، چون تو خوابیم فیلینگمون روشنه. اینا رو فرض کنید مثل دگمه هستن، فرض کنید که مثلا یکیشون روز نگهبانی میده، یکیشون شب نگهبانی میده. با این تمثیل شاید بهتر میفهمیم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، خود بیداریمون داره نگهبانی میکنه، وقتی چشمون رو میذاریم رو هم خوابمون میره، خود رویایی یا خود خوابمون نگهبانی میده. ما میخوایم این دوتا نگهبان همزمان باشند. این میشه خواب آگاهانه، یعنی هم خود بیداریم باشه هم خود خوابم باشه. یعنی توی خواب کاملا بفهمم که خوابم به اندازه‌ای که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم. خیلی خب، قصدمون این هستش. حالا باید یه هماهنگی و ادغامی باشه بین این دوتا خود و هر دوی اونها رو داشته باشیم. و وقتی که تو خواب آگاهانه ما هر دوی اینها رو داشته باشیم، یه اتفاقایی ممکنه بیفته. ممکنه فقط آگاه بشیم، ممکنه یه کمی هم قدرتمند هم بشیم که الان بهتون میگم به چه صورت هستش. خب پس تو خواب آگاهانه باید بین این سه تا جنبه خودمون، یعنی بین خود بیداری و خود خوابمون، یک پارچگی باشه. اگه خود معنویمون هم بیاد وارد کار بشه، حالا علاوه بر این که آگاه هم قدرت هم دارم. فهمیدین؟ فقط کافی نیست آگاه باشم. اگر فقط آگاه باشم سناریوی خواب رو دنبال میکنم، اما اگر من به بخش معنویم وصل بشم، فقط دیگه سناریوی خواب رو دنبال نمی کنم. حالا میتونم خودم سناریو بسازم و هر کاری که میخوام بکنم، که هدف ما این بیشتر اینه. نمیگم آگاهی بده، آگاهی عالیه، ولی من میخوام آگاهی توأم با خلاقیت و نامحدودی و آفرینش و ابر انسانی داشته باشم. برای این لازمه که بخش سوم خود من، یعنی خود معنویم هم بیاد توی کار. حالا اون مثالی که برای روز عزیز زد، یا خیلی مثاله که الان خودم اصلا میزنم، ما لوسید بات پاورلسیم. بچه من اصطلاحات رو دیگه فارسی نمی کنم، اصطلاحات عمومی رو که شما اگه جایی، یعنی میخوام همزبان، لااقل تو اصطلاحات همزبان با جهان باشیم. یعنی اگه من اینا رو فارسی کنم، خب یه عالمه نفرای بعد از منم بیان کار کنم، اونا یه سری ترجمه دیگه میکنن و با جهان متفاوت میشه. ولی این تیترا رو حداقل که خیلی هم ساده است دیگه. لوسید کلا بچا
خواب آگاهانه لوسید یعنی آگاهانه. پس تا اینجاش که هیچی، باد پاورلس ولی بدون قدرت. بنابراین اصطلاحات ساده هستن، همینجوری اگه یادشون بگیری بهتره، لااقل با جهان همزبان میشه. خب در زمانهایی که ما لوسید باد پاورلس هستیم، آگاهیم ولی قدرت نداریم، چجوری میشه؟ اینجوری میشه که دارین تو این سهمی میبینین ما بخش خود بیداریمون عالی کار میکنه، بخش خود خوابمون هم عالی کار میکنه، ولی هیچ ربطی به بخش معنویمون نداریم. بنابراین آگاهیم اما بی قدرتیم. این موقع چی میشه؟ ممکنه که من توی خواب میفهمم خوابم، اما اصلا نمیتونم پرواز کنم، میخوام پرواز کنم نمیتونم، میخوام تلپورت کنم نمیتونم، هر کاری میخوام بکنم نمیتونم، میخوام سناریو رو عوض کنم نمیتونم، اصلا ممکنه فلج باشم. من یادمه یه چند سال پیش، شاید 15 16 سال پیش، شاید خواب یادمه آگاه شده بودم، نمیتونستم تکون بخورم، همه جا هم داشت سیاه میشد، اصلا هیچی. دقیقاً من حتما تو حالت لوسید باد پاورلس بودم. اما برعکسش هم داریم، یعنی یه سری رویاها داریم که خیلی قدرت داریم، اصلا یه کارهای خفنی میکنیم اما اصلا هم آگاه نیستیم. این هم حتما شما داشتین. یعنی یکی از بچه‌ها میگفت من توی خواب مثلا میرم آدمو تبدیل به کوسه میکنم، مثلا یه هواپیما فراخوانی میکنم، هر کاری بخوام میکنم، هر چی بخوام ظاهر میکنم، هر چی بخوام خلق میکنم، ولی هیچ کدوم آگاه نیستم. یعنی خوابه رو دارم میبینم، شاهدم، فقط اصلا خودم نمیدونم خوابم که دارم این کارا رو میکنم. یعنی متوجه آگاهی در خواب نداره. اینم در نظر بگیرید. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا این فرد خود بیداریش همراهش نیست، اما تو سهمی نگاه کنید خود بیداریشو نداره، اما خود رویاییش و خود معنویش در حالت عالی هستن. پس نمیفهمه که خوابه، اما جادوگر تو خواب، ابرانسان توی خواب، بدون هر تلاش هر کاری که توی خواب میشه انجام داد انجام میده. و این شامل خوابهای پیشگویانه، تلپاتیک، خوابهای مشترکی میشه که ما در اونها آگاه نیستیم. یعنی تلپاتی با آدم‌ها داریم، خواب مشترک داریم، همه چی هست ولی اصلا نمیدونیم خوابیم. بنابراین عکس این حالت هم دیده میشه. خب پس بیایم پیوستار بر اساس آگاهی و الان از اول تا آخر با همدیگه شروع کنیم راجع بهش صحبت کردن و شما ببینیم که خوابهایی که داشتین کجای این پیوستار میگنجه. خب اول بریم سراغ رویای معمولی. رویای معمولی یعنی که من خود بیداری ما اصلا ندارم دیگه، فقط خاطره ها هم قرقاتی هن، یه موقع اصلا معلوم چند سالمه، یه موقع معلوم مجردم، متأهلم، همه چی قرقاتیه دیگه. خواب معمولی که خودتون میدونی، از یه صحنه میری یه صحنه دیگه، بعد آدما رو اشتباه میگیرم. مثلا یکی از دوستام تو بیداری که اسمش مریم، یه ذره شبیه باشه من فکر میکنم خود مریمه، اصلا یعنی همه چی رو توجیه میکنم، به هم به زور ربط میدم. بعد تو اینجور خواب معمولی ما اصلا سوالی نداریم، همه چیز هم توجیه میکنیم، هرچی هم عجیب باشه گول میخوریم. چرا؟ چون خود بیداری همراهمون نیست، استاد گول خوردنیم. بعد هرچی پارادوکس، هر چیز متضاد، هر چیز ناپیوسته است، هیچی اصلا برامون اشکالی نداره، همه چی میگیم خب حتما همینجوری دیگه، زود هم قانع میشیم. خب پس ما شک کم تو اینجور خوابای معمولی نمی کنیم، حتی عجیب ترین چیزها رو هم میبینیم، هیچ شکی نمی کنیم. اما قصد ما بچه اگه یادتون باشه از هفته پیش که من اومدم روی ریالیتی چک خیلی اصرار کردم و اومدم گفتم به هر چیز مشکوکی توی بیداری شک کنین، خوابین یا بیدار. چرا این کار رو گفتم بکنین؟ چون انتقادگری در بیداری باعث میشه که خود بیداری ما بتونم با خودم همراه کنم توی خواب. پس تمرینات توی بیداریتون بچه خیلی مهمه، چون ما میخوایم این خود بیداریه رو به زور بفرستیم توی خواب، باید توی بیداری تمرین کنیم، این خیلی مهمه. ریالیتی چک، پرسیدن سوال خوابم یا بیدار و دقت به هر تغییر کوچیکی در هر جای خونه، دوستتون، هر چیزی شما رو به این شک ببره که خوابین یا بیدار، تا کم کم بتونیم جنبه انتقادگری خودمون رو روش تسلط بیشتر پیدا کنیم. پس خوابهای معمولی یا اصلا نان لوسیدن دیگه، کلن لوسید نیستند. من چند تا مثال میخوام ازش براتون بزنم. خب یکی از بچه‌های ترم پیش اسمش مژگان بود، میگفتش که من توی خواب یادمه که از بالا داشتم یه جایی نگاه میکردم، دیدم یه عالمه آدم عین خودمم، مثلا 10 ها یا 100 ها، به قول خودش مژگان، همه اونجا بودن، لباساشون هم همه این هم بود، خیلی منظم وایساده بودن، اصلا انگار رژه نظامی بود. بعد من به این دوستم شوخی کردم، گفتم اصلا شک نکردی خوابی؟ گفت نه. و خواب معمولی یعنی همین، یعنی شما عجیب ترین موضوع جهان رو میبینید ولی اصلا شک نمیکنید
میکنی چه جوری 100 تا عین من الان اینجاست، هیچ شکی نمیکنی. بعد که داشتم با این دوستمون این شوخی رو میکردم، خودم یادم افتاد که یه خوابی دیدم که از این شاید بدتر بود، ولی باز اصلا نفهمیدم خوابم. یعنی هر چقدر عجیب باشه هیچ تعجب هم نمی کنیم. خواب اینجوری بود که من قبل از خواب میخواستم یه سوال خیلی مهمی تو خوابم بپرسم. خب شما هر سوالی رو میتونید تو خواب پاسخ بگیرین دیگه اگه آگاه بشید. بعد برای اینکه خب این سوال و جوابش رو بگیرم بعد آگاه میشدم دیگه. و دقت کنین، من هفته پیشم بهتون گفتم وقتی شما تصمیم به آگاهی بگیرین، خود خواب با شما همکاری میکنه، هی بهتون صحنه‌های عجیب غریب میده که بفهمین دارین خواب میبینین. و دقیقاً تو خواب منم همینجور بود. خواب دیدم که توی آشپزخونه خونه بچگیم بودم. بعد داشتم دنبال غذای خوشمزه میگشتم، یه مرد آشپزی اومد که اصلا کارتونی بود، یعنی واقعا کارتون بود وسط خواب من. بعد از اون طرفش همه چی معلوم بود، من اصلا نفهمیدم خوابم. بعد اومد به من گفت از دنیا چی میخوای؟ یعنی به من گفت خب سوالتو بگو دیگه، من سوال داشتم دیگه. بعد من اونو دیدم و دقیقاً اون چیزی هم که میخواستم بهم گفت خب بگو، ولی من اصلا بهش محل نشدم، دنبال غذا بودم. بعد دوباره هی گفت تو از دنیا چی میخوای؟ 2 بار دیگه، یعنی 3 بار این سوالا پرسید. بعد من همش تو این فکر بودم چرا زودتر نمیره من غذامو بخورم، این اینجا چیکار میکنه؟ بعد آخر سرم با غور گفتش که، یعنی که کفرش در اومد دست من، آخر گفتش که این دیگه چه سوالیه، من خودم هم نمیدونم از دنیا چی میخوام. بعد رفت. و تا آخر خواب من اصلا شک نکردم که خوابم. تازه بعد از اونم یه صحنه کارتونی دیگه هم داشتم، اونم نفهمیدم. یعنی توی اون خواب که اینقدر واضح بود و اینقدر تازه نیت من مهم بود، هیچ نفهمیدم خوابم. این پس یک خواب معمولی بدون آگاهی دیگه بچه‌ها، نان دوسیده. اما بریم یک سطح بالاتر، میشه خوابهای پری لوسید. خیلی خوب، حالا من دارم این خوابا رو میگم، ببینید خواباتون مثلا خواب دیشب پریشبتون شبیه کدوم یکی از این کاتگوری هست، از این تقسیم بندی هست. پری لوسیدا چجوری هن؟ پری لوسید یعنی من چیزای عجیب غریب میبینم، یک کوچولو شک میکنم، برام عجیب میشه. ببینید من تو اون خوابی که اون آشپز کارتونی بود اون ورشم میدم، حتی از منم عجیبم نبود، سوالم نشد. ولی تو پری لوسید عجیب میشه، سوال برام پیش میاد، آگاه نمیشم ولی سوال پیش میاد، برای همین بهش میگم پری لوسید. رویابین گفته که من باید میرفتم یه جایی کار داشتم، مثلا دانشگاه جایی، بعد میرفتم شهر نور. بعد میگه که حالا من برای اینکه اونجا برم و اینا یه داستانایی داشته، خودش رو میرسونه به یه آژانس هواپیمایی که بلیت بخره تا از ساری بره نور، بلیت هواپیمایی بخره که از ساری بره نور. خودش توی خواب تعجب میکنه، میگه فاصله نور تا ساری که خیلی کمه، احتیاجی به هواپیما نیست، ولی آگاه نمیشه، ولی این سوال براش طرح میشه. بعد به بلیت نگاه میکنه، میبینه روی بلیت نوشته مبدأ نور، میگه ولی مقصد من نور بود، بازم شک میکنه. رویابین آگاه نمیشه، ولی 2 تا سوال و 2 تا شک پیش میاد و این خوبه بچه‌ها. اگه ما به مرحله پری لوسید برسیم خوبه، داره برامون سوال پیش میاد و این خوبه. خب بنابراین همونطوری که گفتم نشونه‌های عجیب غریب توی خوابای شما میاد که حداقل شما بتونید به مرحله پری لوسید برسید و این یعنی پیشرفت. بنابراین مرحله پری لوسید رسیدن نشونه خوبیه. خیلی کمالگرا نباشین که مثلا من از هفته پیش تا حالا باید آگاه میشم، نه، اگه پری لوسیدم رسیدید از نظر من عالیه. خب و اما این مرحله که گفتم باعث میشه که نشانه‌های عجیب غریب ببینیم، تفکر انتقادی ما رو بیدار میکنه. اون آگاهی انتقادی که دنبالش هستیم یعنی داره کم کم بیدار میشه، پس باز هم خوب هستش. و درسته که ممکنه توجیه کنین ازش بگذرین، اما این نشون میده که هم ناخودآگاه ما و هم خود برترمون دارن همکاری میکنن که به ما یه نشونهایی بدن که ببین داری خواب میبینی، یعنی همون که خودت میخوای. پس این مرحله به نظر من حائز اهمیت اگر شما تو پری لوسید باشید. من 1-2 تا مثال پری لوسیدی بزنم. توی یه شهری داشتم قدم میزدم، بعد مردمم حالا در حال گشت و گذار بودن. بعد دیدم گردنبند نقره‌ام گم شده. بعد دیدم که اونورتر، یعنی اونور خیابون که مثلا من نرفته بودم اونور خیابون، چند تا طلا و نقره و زنجیر طلا و ایناست و گردنبند منم تو اوناست. با توجه به ارزش این گردنبندا، حالا چون طلا و نقره بود و هیچ کس اونا رو بر نداشته بود و با توجه به اینکه اصلا من اونور خیابون نرفته بودم، برام سوال ایجاد شد که اینا چجوری اونور افتادن و چطور هیچکی بر نداشته. آگاه نشدم،
ولی برام عجیب بود و این موضوع منطقی نبود و این خوبه، یعنی تفکر انتقادی من داره بیدار میشه. خیلی خب پس اون پری لوسید بود که یه کمی شروع میکنیم به سوال پرسیدن و فکر کردن. اما یه خوابایی داریم که ساب لوسیده. اینا چجوریه؟ یعنی ساب لوسیدا به چه شکلن؟ ساب لوسیدا یعنی این که من یه ذره دارم تو خواب فکر میکنم ولی میفهمم خوابم، اما ادامه فیلمنامه خواب رو دنبال میکنم. یعنی انتخاب آگاهانه ندارم، آگاه هم تو خوابا ولی منفعلم، انتخاب آگاهانه نمی کنم. این مرحله ساب لوسیده. و حالا براتون یه مثال بزنم. مثلا خواب دیدم که توی مغازه وسایل جادوگری داره میفروشه. تو خواب میفهمم که دارم خواب ببینم، اما درگیر سناریو هستم که توی مغازه چه چیزای باحالی هست. مثلا فروشنده یه شنلی داشت که باهاش میشد نامرئی شد، بعد خیلی هم سر فرصت داره توضیح میده، منم میدونم که زمان آگاهیم داره تموم میشه. و بعد یه عالم وسایل دیگه میاره، مثلا دست نصفه مصنوعی، ماسک ترسناک، درگیر سناریوم ولی آگاهم. اینو بهش میگیم ساب لوسید. یعنی دیگه از این که برام عجیب غریب باشه موضوعات گذشته، الان قشنگ آگاهم. اشکال اینه که سناریوها رو نمیتونم عوض کنم. که خب میدونم خیلی از شما به مرحله ساب لوسید رسیدین، یعنی میدونین خوابین، آگاه هم هستین، اما درگیر سناریوین. یه ذره لوسیدتون بیشتر بشه میتونید که دیگه عوض کنید خواب رو. یا نه اینم همونه دیگه، هیچی. توی آگاهی در مرحله بعد، آگاهی وقتی بیشتر بشه ما وارد مرحله سمی لوسید میشیم. یعنی آگاهی الان بیشتر شده. خب الان چه اتفاقی میفته؟ یعنی الان من توی خواب میدونم خوابم. بچه به سهمی نگاه کنین، اون نوری که توی سهمیه الان بیشتر از مرحله ساب لوسید هم وارد خود بیداری شده، هم وارد خود معنوی شده. پس هم قدرت هم بیشتره، هم میزان آگاهیم بیشتره. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من تو خواب میدونم خوابم، اما فیلمنامه یا سناریوی خوابم دارم دنبال میکنم، اما یه کارهای خفن میکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا به جای که راه برم پرواز میکنم، اما تو همون سناریوام خودم نمیتونم سناریوی خودم رو داشته باشم، ولی کارهای خفن میتونم بکنم، کارهای ابر انسانی میتونم بکنم. مثلا یه مثال دیگه براتون بزنم. تو خیابون بودم، یه جرثقیل میفته رو. خب میدونم خوابم و تصمیم میگیرم که اون جرثقیل که روی من هست از حالت مافوق بشریم استفاده کنم. مثلا ساعدمو سفت میکنم، بعد مثلا یه سوراخ تو ماشین تو جرثقیل ایجاد میکنم، از بین اون سوراخ رد میشم و اون جرثقیل رو مثلا تبدیل به این مشت کاغذ میکنم. ببینید من درگیر سناریوم، ابر انسان هستم اما درگیر سناریوم هنوز. برای همین به این میگیم سمی لوسید. یعنی شما تا مادامی که خودتون به میل خودتون سناریوی خودتون رو نچینین، هنوز تو مرحله لوسید نشدین. آگاه هستین ولی الان سمی لوسیدین. خب بنابراین سناریو همونه، اما من یه روش ابر انسانی پیدا میکنم و کارهای بعد سوممو نمیکنم، یا پرواز میکنم یا جادو میکنم یا خلق میکنم، یه کارهایی میکنم ولی تو همون سناریو خودمو ندارم. اما بریم سراغ خوابهای لوسید که خب هدف ما حداقل این سطح دیگه. در لوسید الان نگاه کنید، سهمیه رو ببینید بزرگتر شده. یعنی من بخش معنویم بیشتر اشغال شده و بخش سینکینگ یا بخش بیداری من بیشتر اومده وارد داستان شده. اینجا چیه؟ میدونم خوابم، سناریوی خودم رو دارم، به سناریوی خواب کاری ندارم و سناریوی خودم رو اجرا میکنم. خب چجوری میشه این خوابه؟ من این خوابم اتفاقا خیلی دوست دارم. این خوابه اینجوری بود که توی یه ساختمان بزرگ با سقف‌های بیشتر از 4 متر تو وسط آسمون خودم پیدا کردم که اونجا یه جلسه داشتیم. اوکی؟ من یهو گفتم جلسه رو ول کن. جلسه داریم که داریم، من برنامه خودمو داشتم. 2 تا از بچهای کلاس خوابمون اونجا بودن، سیما و آتنا، که هدفم این بود که قصد اصلی من بود که پرواز کنم، خود برترمو حالا با استفاده از یه عبارت عبری می‌خواستم ببینم. به خودم گفتم که بیام اول این 2 تا رو آگاه کنم، ببینید سناریوی خودمو دارم، میخوام این 2 تا رو آگاه کنم و تبدیل به خواب مشترک کنم. رفتم به هر دوشون گفتم که ببینید ما داریم خواب می‌بینیم. سیما حواسش نبود، آتنا نگام کرد، شک کرد ولی بازم آگاه نشد.
بعد من دیدم خب وقتم داره تلف میشه، بهش گفتم که میدونی پنجره کجاست، من باید با پرواز برم بیرون، و اون به یه پنجره باز کرد و نشون داد و باز کرد و من پرواز کردم. خب ببینید تو این خواب هم آگاهم، هم سناریو رو اهمیت نمیدم واسه جلسه، میرم سراغ سناریوی خودم و شروع میکنم به سناریویی که خودم داشتم رو انجام دادن. اما یه چیزی از این بزرگتر هم داریم، فولی لوسید. اون از همه قوی تره. فولی لوسید چی میگه؟ اگه برسم آگاهیم به مرحله فولی لوسید، یعنی اینکه الان دیگه ببینید از حد اکثر کارکرد خود بیداریم، خود خوابم و خود معنویم، لااقل از کارکرد زیاد خود معنویم استفاده میکنم. یعنی چی میشه؟ یعنی اینکه من میدونم خوابم، سناریوی خودم رو دارم، از سناریوی خواب میام بیرون، سناریوی خودم رو اجرا میکنم، قدرت خاص دارم، ابر انسانی همه جور خلق میکنم، نمیدونم جذب کار، همه کار میکنم و اون تکلیفم رو تا جایی که میتونم و به هدفی که میخوام در اون تکلیف میرسم. خب حالا هر چیزی میتونه باشه، هر چیز خاصی میتونه باشه که مثالهای متفاوتی داره، ولی یعنی همه چی تمامه دیگه فولی لوسید که ما دوست داریم برسیم به فولی لوسید. و همونطور که گفتم این پیوستار 2 تا استثنا داشت که اولش گفتم. استثنای اول این بود که لوسید باید پاورلس باشم، آگاه باشم اما هیچ قدرتی نداشته باشم، که این دیگه هیچی دیگه، که فقط منفعلم و دارم خواب رو نگاه میکنم ولی میدونم آگاهم، هیچ کاری نمیکنم، هیچ. و استثناء دومم که حالا یه مثالی برای این دارم. آفاق جان این خواب شماست، میتونی بخونی؟ بله بله. مرسی. وارد یه شهر عجیب شدم، کف دستم رو چک کردم، بعد شروع کردم ذکری رو گفتن و صدا زدم و چرخیدن. خانم دکتر رو صدا کردم ولی کسی نیومد. بعد شروع کردم به صدا کردن مامانم ولی اونم نیومد. یه جایی مثل یک شهر نیمه قدیمی بود که توش اصلا ماشین وجود نداشت. داشتم میرفتم که یهو 2 تا موجود اومدن پیشم و به ما گفتن ما موکلیم، اگه بخوای میتونی با همون در ارتباط باشی، ما بهت قدرت و نیرو میدیم. و یه کادو هم برام آورده بودن، انگار روش یه چیزی نوشته بودن. من پرسیدم این برای چیه؟ گفتن ما موکلیم، ما به آدما قدرت میدیم، بعد توی دنیای واقعی میتونی از انرژی ما استفاده کنی. گفتم ولی من انرژی شما رو نمیخوام، من اومدم یه کار دیگه بکنم و به راهم ادامه دادم. وارد یه اتاق شدم که یه سری آدم اونجا بودن. یکیشون گفت میخوای کمکت کنم؟ من گفتم آره، چطور یه مرده یا زنده رو باید اینجا ببینم؟ جواب داد مرده ها رو نزدیک امامزاده علی میتونی ببینی و زنده ها رو نزدیک حوض کاشی. گفتم اینجا دانشگاه یا کتابخونه نداره؟ گفت نه مدرسه و نه دانشگاه و نه کتابخونه داره. با خودم گفتم عجب شهر عجیبیه، اینجا هیچی نداره. بعد درها رو باز کردم ولی نتیجه‌ای نداد. مرسی آفاق جون. خب ببینین خیلی آگاهیش طولانی بوده، خیلی کارا هم کرده، اما باز پاورلس، یعنی تو اون خواب نتونسته وصل بشه به بخش معنویش. برای همین آگاهیش عالی بوده و طولانی بوده ولی نتیجه نمیداده. و استثنای دوم که گفتم اینه که رویاهای پاور دریمینگ داشته باشیم اما اصلا لوسید نباشه، که اینم در این حالت ما اصلا خود بیداریمون رو همراه نداریم اما خود خوابمون و خود معنویمون خیلی خیلی عالی دارن کار میکنن. که حالا مثالی که بزنم، یه خوابی بود که اصلا من نمیدونستم خوابم، بغل چند تا گیاه وایساده بودم و بلند میگفتم به نام استاد حق و اسم استادم رو میآوردم و دستم به سمت گیاه ها میبردم، همینجور رشد میکردن و بزرگ میشدن اصلا به طور عجیب و غریبی و من خیلی هم خوشحال بودم ولی اصلا نمیدونستم خوابه. بنابراین پاور دریمینگ نات لوسید، یعنی هیچ آگاهی نداشتم ولی رویا داشته یه کار عجیبی انجام میداده. یا هر پروازی، هر جادویی، هر خلقی، هر تلپورتی، هر کاری کنید شما در این مرحله قرار دارید ولی ندونید خواب هستید. یعنی کلا هر موقع قوانین بعد سوم فیزیک رو شما زیر پا بذارین شما در این مرحله هستید، پاور دریمینگ، ولی ممکنه آگاه نباشید، not lucid.
یا مثلا توی خواب دیگه یه راهی برای سایکوکنزی پیدا کردم. بچه سایکوکنزی یعنی اینکه بدون دست زدن به شی بتونین جابجاش کنید و تو خواب البته اینو دارم میگم دیگه، تو بیداری هم هست اینه، ولی خب ما کارمون خوابه دیگه، که با استفاده از نیروی چی از کف دستم میتونستم بدون دست زدن به شی اونو تکون بدم. خیلی هم داشتم کیف میکردم، اما اصلا نمیدونستم که خوابم، یعنی متوجه آگاهی نداشتم، ولی پاور دریمینگ بوده. پس اگه بخوایم پیوستار آگاهی تو خواب و حالا راجعش صحبت کنیم، به غیر از نورمال دریمینگ که نان لوسیده و پاور دریمینگ نات لوسید، براتون بگم مرحله بعدیش پری لوسید بود که شما یه خورده سوال داره براتون ایجاد میشه. بعد میرفتیم به مرحله ساب لوسید که اینجا خب میفهمیدین خوابین، اما دیگه از سوال گذشته بود، آگاه میشدین اما کار خاصی نمیکردین. بعد سمی لوسید بود، بعد لوسید بعد پاورلس بود، بعد لوسید بود، بعد فولی لوسید بود که دیگه تو فولی لوسید شما هم قدرت دارید، هم سناریوتون رو با بهترین حالت اجرا میکنید، همین که در مسیر خواب دیگه نمیمونید. و دقت کنید ممکنه توی خواب هی شما آگاهیتون کم و زیاد و جابجا بشه. خیلی میشنوم، یعنی خودم هم دیدم، نه که فقط بشنوم، که فرد توی خواب آگاه، بعد میگه دیگه یادم نیست رفتم تو خواب معمولی آگاهیم از دستم رفت. این به خاطر اینه که این حالا نوری که من توی سهمیه دارم نشون میدم حالت عین آمی به حرکتش، یعنی هی حرکت میکنه میره یه خورده تو بخش خود معنوی، یه خورده میاد تو بخش خود بیداری، بعد خود بیداری رو از دست میدیم قوی میشیم، بعد یعنی میدونین هی میچرخه. بنابراین اینکه ما لحظه به لحظه میزان آگاهی و قدرتمون توی خواب تغییر پیدا کنه به نظرم کاملا طبیعیه.